دوستان ما از یکمی کس برای هر یک تایشون $100 آماده کردگن. در سیرکای در کامنتاری بده میدروین هنگامی رجیستراسیون پروموکودی یابانی را استفاده میکنین و شما پر میکنین صاحب $100 میشین. شانسی خودتون ایدست نتین. سیرکا در کامنت. با یک کسی نو با یک سفیدی کار بهری شما مهربانی دو طرفه میشه. مهربانی رو فراموش نکنیم برادرها. سنجاب قطعی خرگوش در جنگل خیلی لباف پروتید میکنن. ایبان 5 ماه 6 ماه 1 سال میگذره. یه روز سنجاب طرف خرگوش چی میگه؟ ای خیلی نمیشه چون ما 1 سالشی زندگی داریم ای ما گودک نمیشه. بیا رفته یکان پروفسور خیلی جنگل دپری با جاندارای خیلی عمومی هسته همه رو بفهمیم چون ای خود ما گودک نمیشه. مسئله ها رو میکنم مایده میگه رحمیت تاری هم خیلی بریاز دی یک زاغانم خشتگی زاغ بوز بلا خرگوش چی میگه؟ دوای ای همه میپرسیم خیلی با بلندتر بپره ای بلندی های میبینی چی دیویژنه چی دیویژو خیلی میان میگن زاغ جان کراچی نم خیلی ما وقتی نمی خرگوش 1 سالشی زندگی داریم ای ما گودک نمیشه. همه پرابلم چیه؟ ممکن پرادامون دیگه برای همه گودک نمیشه. زاغ همه خیلی میپره گیر مگرده گیر چون زمین ده میشینی ایسوس نیو میکنه میره ابرش جاش ده همه خیلی کلش یه میجمونه. این دوتا حیران میشن میگن چی فهمیدی یکی چی تو پریدومت کردی برای چی ای ما گودک نمیشه؟ آقا گفته کسیاچی ها شما هر تا مرده که نگی جای شما گودک شد سربلند بگید. یک قصه دیگه برای برادرای عزیز مهربان ما برای مردم فیض آباد الهی نم سربلند باشه. یگان جاتون درد نکنه اعصاب این کلیکاتون برای لایک جخیدنی شهر محمدی جون فیض آبادی ای سیو فروشی میرای ای بازار یاوانی در لوی کنال شیشته پیشک شوشته سای پیشک شاد کس دسته 1 نیمه آو کف لغت کسته پیشک شوشته سای فیض آبادی چی مگه؟ ای اکی یاوانی اوه پیشک او خیلی نمیشوان باید میمره. یک گفته برای کاری خطا که من نمیگم که تو اینی سیوات ایجشی خیلی بفروش ایجشی خیلی بفروش برای اخفای کاری فیض آبادی هم اگه کار و بار داشته میره اوس همون رد میره یاوانی هم خیلی سر بسکوت در لوی همون کنال 6 تا سر بسکوت. ای برادر یاوانی چی گفشی داخی نگاه مکنه پیش یاوانی ده پیشکی مردگی گفته برادر یاوانی ما تر نگفتم همه پیشکی خیلی نمیشوانه خیلی شوشتی پیشک مرد. نگاه که گفته فیض آبادی تو مرا زیبت نکن این پیشک وقتی شوشتند نمرده بود وقتی اونو شگام جفیدم بمرد.